یکی از غزل فوق‌العاده مولاناست. به نسبت غزل طولانی هم هست. غزل معمولا 7-8 بیت تا 12 بیت اینا استانداردش اصطلاحا، ولی خب مولانا توی زمینه‌های مختلف ساختار شکن و سنت شکنه و اینجا هم می‌بینیم که البته غزل‌های خیلی مفصل‌تر از این هم ایشون داره. غزل خیلی کوتاه‌تر از 5 بیت، غزل 3-4 بیتی هم داره ایشون. و از قضا توی غزل داستان هم میگه. توی غزل 2 تا داستان میگه مولانا. میگه ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم. زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا. زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد. داره میگه که از جانب تو چه چیزی داره صادر میشه و از جانب حضرت حق چی داره صادر میشه. این دوتا رو داره مقایسه میکنه با هم که میگه زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد. زان سوی او چندان کشش، چندان کشش، چندان عطا. چندین چشش از بحر چه، تا جان تلخت خوش شود. چندان کشش از بحر چه، تا در رسی در اولیا. از بد پشیمان میشوی، الله گویان میشوی. آن دم تو را او میکشد، تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان میشوی و از چاره پرسان میشوی. آن لحظه ترساننده را با خود نمیبینی چرا. گر چشم تو بربست او، چون مهره‌ای در دست او. گاهت بغلطاند چنین، گاهی ببازد در هوا. میگه مثل یه مهره‌ای که تو دست مثلا 2 تا تاس مثلا شما فرض کنید، میگه گاهی میندازه رو زمین، گاهی رو هوا رها میکنه. گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن. گاهی نهد در جان تو نور خیال مصطفی. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان. میگه کشمکشی این وسط وجود داره. این سو کشان سوی خوشان، آن سو کشان با ناخوشان. یا بگذرد یا بشکند کشتی در این غرقاب ها یا گرداب ها. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالن در شبان. که از گنبد 7 آسمان، در گوش تو آید صدا. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالن در شبان. که از گنبد 7 آسمان، در گوش تو آید صدا. بانگ شعیب و نالش. یه مثال میزنه، میگه اینجوری باید باشی. بعد یه مثال میزنه، یکی از پیامبران شعیب و مثال میزنه. حالا شاید منظور واقعا شعیب نیست، شاید منظور هر آدم دلاگاهیه، هر آدم عارفیه، هر آدم واقفیه. بانگ شعیب و نالش، وان اشک همچون ژاله اش. ژاله یعنی شبنم. چون شد زهد از آسمان، آمد سحرگاهش ندا. میگه بی حد اظهار شوق میکرد، اظهار زاری میکرد شعیب. وقتی که از یه حدی بیشتر شد، ندایی، حالا این ندا میگه از آسمان، از آسمان آمد سحرگاهش ندا. حالا از آسمان درونش بود یا از آسمان بیرون بود، در هر صورت یه ندایی شنید که این ندا چی میگفت؟ میگفت گر مجرمی بخشیدمت و از جرم آمرزیدمت. گر مجرمی بخشیدمت و از جرم آمرزیدمت. فردوس خواهی دادمت، خاموش رها کن این دعا. وقتی که این اظهار شوق رو کرد، میخواستن ببینن که عیار این آدم چقدره، چی میخواد، تا چه حدی متوقف میشه، با چی میشه تو این مسیر، با چی میشه به قول معروف مثل بچه ها با یه بیسکویتی، با یه پفکی، با یه چیزی، با یه بهشتی، با یه چیزی میشه اینو سرشو شیره مالید و بگی خب بس حد تو همینه که خواستی، تو به اندازه‌ای که میخوای ارزشمندی. خاموش گر مجرمی بخشیدمت و از جرم آمرزیدمت. این ندایی که اومد در دل شعیب. فردوس خواهی دادمت، خاموش رها کن این دعا. به خواستت رسیدی دیگه ادامه نده، دیگه این زاری و دعا رو دست برده. گفتم نه این خواهم نه آن.
دیدار حق خواهم عیان. گر هفت بحر آتش شود من در روم بحر لقا. میگه نه تنها به بهشت فکر نمی کنم، اگر بدونم که اون دیدار اون بر جهنمه من حاضرم برم تو جهنم. گر هفت بحر آتش شود اندر روم بحر لقا. لقا یعنی دیدار. گر رانده آن منظرم بسته است از او چشم ترم من در جهیم اولاترم. میگه اگر نتونم او رو به لقای او برسم، لقاء الله تو قرآن هم داریم دیگه، دیدار خداوند. گر رانده آن منظرم، اگر که از درگاه او رانده شده هستم، بسته است از او چشم ترم، این چشم اشکبار من از او بسته است، نمیتونم او رو ببینم، من در جهیم اولاترم، من تو جهنم بهتره که باشم تا بهشت. تو میگی بیا برو بهشت، من دیدار میخوام، اگر به دیدار تو نرسم بهشتت هم نمیخوام، همون جهنم بهتره برام. من در جهیم اولاترم، جنت نشاید مرا، جنت مرا بی روی او هم دوزخ است و هم عدو. جنت مرا بی روی او هم دوزخ است و هم عدو. من سوختم زین رنگ و بو کو فر انوار بقا. گفتند مردم، خلایق گفتند، وقتی که شعیب گریه میکرد مردم دیدن که این چقدر داره گریه و زاری میکنه، گفتند باری کم گری، یعنی گریه کن، تا کم نگردد مبصری، یعنی بینایی، داری کور میشی انقدر گریه کردی. گفتند باری کم گری تا کم نگرده. آخه همیشه این آدم ها مورد طعنم بودن، همیشه مورد طعنه عقلا بودن. گفتند باری کم گری تا کم نگردد مبصری که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا. وقتی که گریه از یه حدی بیشتر بشه چشم آدم کور میشه. گفت در دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت. میگه اگه این دو چشم من آخر سر، یعنی روی من به روی او باز بشه، گفت در دو چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت هر عضو من چشمی شود. کی غم خورم من از عما، عما عین میم یه یعنی نابینایی. میگه اگر من روبروی او قرار بگیرم همه وجود من به چشم تبدیل میشه، دیگه از این چشم ظاهر نداشتن من غم و اندوهی ندارم. ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن، ور یعنی و اگر، ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن، اگرم به لقای اون نرسم تا کور گردد آن بصر. یعنی میگه کور باشه اون چشمی که کور نیست لایق دوست را. اگر ببینمش از نابینایی من غمی ندارم، به خاطر اینکه هر عضو من به چشم تبدیل میشه. اگرم نبینمش، میخوام اصلا این چشم نباشه، چشمی که او رو نبینه چشم نیست که، چشم برای اینه که او رو ببینه. تا کور گردد آن بصر کو نیست لایق دوستا. اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود. توی این دنیا همه آدما، هر آدمی باشد فدای یار خود، بسته به این که طالب چه چیزی باشه داره اون جوهر و مایه درونی خودش رو خرج و صرف اون چیزی میکنه که طالبش. شما طالب چی هستی؟ دنبال چی هست؟ قدر و ارزش تو همونه و یار تو در واقع اونه که داری مایه میذاری پاش. اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود. آدما دائما در حال قربانی کردن هست. وقتی که من انتخاب میکنم که اینجا باشم، در واقع یه سری گزینه‌های دیگه، بسیاری گزینه‌های دیگه بوده، اون گزینه‌ها رو قربانی کردم که اینجا باشم. و چه مثبت چه منفی، چه خوب چه بد، چه زشت چه زیبا، همه اینا انتخابای ماست که شرایط امروز ما رو ساخته. یعنی منی که الان اینجا نشستم، همه داشته‌های من مادی و معنوی نتیجه انتخابایی که من تا امروز کردم. میتونستم جاهای دیگه باشم، میتونستم کارهای دیگه، میتونستم تو ایران نباشم. یه سری چیزاست فقط که دست خودم، نمیتونستم پدرم یکی دیگه باشه. اینا رو قابل تغییر دادن نیست و منم تعیین کنندش نبودم. ولی به غیر از یه سری چیزایی که اینجوری محدودم هست، همه چیزای دیگه هم میتونم تغییر بدم. همین الان میتونم اینجا بلند شم برم بیرون، بگم خداحافظ، رفتم بیرون.
اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود، یار یکی انبان خون، یار یکی شمس ضیا. انبان خون یعنی یک کیسه خون. منظورش از کیسه خون چیه؟ جسم و متعلقات جسم. یک کیسه خون که وجود ماست. میگی یک کسی همه هم غمش همین فیزیکشه، همین جسمش، 4 تا پاره استخون، 2 تا ملاقه خون، یه دونه سلفون هم کشیدن روش، همین. یار یکی انبان خون، یار یکی شمس ضیا یا شمس و ضیا. شمس خورشید و نور، یه نور. من سر نخورم که سر گران است، یعنی سنگینه. پاچه نخورم که استخوان است. من نور خورم که قوت جان است. نور. بعضی خوراکشون نوره، بعضی خوراکشون فقط چریدن دیگه. و مولانا خیلی هم تعارف نداره. دیدید بعضی وقتا چوبو برمیداره، خلاصه چوبو برمیداره و ملاحظه اینم نداره که دور و برش کی هست. کسایی که نگران این هستن که دیگران از دور و برشون پراکنده بشن، یه سری ملاحظه کاری‌ها رو دارن. ولی کسی که این چیزا براش مهم نباشه دیگه اصلا براش اهمیتی نداره که دیگران خوششون بیاد یا بعدشون نیاد. به قول معروف صابکار باید راضی باشه. فقط اون حالشه که داره میکشونتش به این ور اون ور. خلاصه اندر جهان هر آدمی باشد فدای یار خود، یار یکی انبان خون، یار یکی شمس و ضیا. چون هر کسی در خورد خود، در خورد خط البته باید بگیم ولی معناش همون خوده. چون هر کسی در خورد خط یاری گزید از نیک و بد، ما را دریغ آمد که خود فانی کنیم از بحر لا. ما را دریغ آمد که خود فانی کنیم از بحر لا. میگه وقتی که ما دیدیم، نشستیم کنار، بازی بازیگران رو تو این دنیا نگاه کردیم و دیدیم که همه آدما، هر کسی داره به یه مقداری خودشو داره میفروشه، داره برای یه چیزی معامله میکنه، عمر خودشو، هستی خودشو، حیثیت خودشو، همه چیزشو، وجودشو. چون هر کسی در خورد خط یاری گزید از نیک و بد، ما را دریغ آمد، یعنی ما این کارو نکردیم، ما را دریغ آمد که خود فانی کنیم از بحر لا. لا یعنی اینجا نه، یعنی هیچی، یعنی هیچ و پوچ، یعنی دنیا، یعنی آنچه که به قول سعدی نپاید دلبستگی را نشاید. یعنی برای اون چیزایی که موندگار نیست خودمون رو هدر کنیم. وقتی که میشه آدم صرف محبت بکنه خودشو، آدم صرف مثلا خشت و آجر و سنگ و آهن بکنه خودشو، برای لا خودشو خرج کرده. محبت انواع اقسام محبت، از سطوح مختلف محبت ارزشمنده و از جنس این دنیا نیست، از نگاه و دیدگاه عرفا. چون هر کسی در خورد خود یاری گزید از نیک و بد، ما را دریغ آمد که خود فانی کنیم از بحر لا. روزی یکی همراه شد با بایزید. این داستان اول داستان شعیب بود. داستان دوم اینه، 2 بیت هم هست که روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی. پس بایزیدش گفت چه پیش گزیدی ای دغا، چی کاره ای؟ گفتا که من خربنده‌ام. خیلی وقتامون لااقل میتونیم بگیم، این مطلق هم نتونیم بگیم، داریم خربندگی میکنیم. خربنده یعنی خرکچی. گفتا که من خربنده‌ام. پس بایزیدش گفت رو یا رب، خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا. خرشو بکش، این که بنده خر شده. آخه خر توی ادبیات عرفانی بسیار، حضرت عیسی یه خری داشت دیگه. اون تا که روح الله بود سوار این مرکب میشد. به قول مولانا مصطفی زادی بر این اشتر سوار. مصطفی زاد یعنی مصطفی زاده، یعنی از جنس پیامبر، یعنی از جنس جان، از جنس روح در تعبیر مولانا. برای اشتر سوار یه شتری شده. شتر یعنی جسم، یعنی فیزیک، یعنی مادی. میگه این گیر این خره بود. گفتش که یا رب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا. 22 بیت این غزل شماره 3 دیوان غزلیات شمسه. البته پیشنهاد من اینه که این غزل پیدا کنید چند باری بخونیدش.